سخنگوی دولت به انتشار برخی اخبار کذب درباره رئیس جمهور و دولت در سایت‌های خبری واکنش نشان داد. یکی از سوالات از سخنگوی دولت بیاین بشینیم با واسطه اون خبرنگار مشنگ سیمای نظامم ببندیم، میخوام بحث جدی بکنیم. بیاین کیشش بکنیم بره بشینه، میخوام شروع بکنیم. امروز فرصت بحث و فصل نداریم. فکر نکنیم مثلا با شما را آوردم بحث کنیم. قدیما یه دیوونه ای سنگ مینداخت تو چاه، قشنگ 40 تا عاقل با تجهیزات کامل میرفتن دنبالش، تازه بهش میرسیدن یا نمیرسیدن معلوم نبود. الان 40 تا مشنگ سنگو میندازه، اونم نه تو چاه، میزنن تو ملاج عظما. من عاقل باید تکی برم جمع و جورش بکنم. خب ماشین حسابم نمیتونه اینقدر جمع بزنه که من بزنم. تا اومدم این داستان ژنو 3 رو جمع و جور بکنم، تو پوزی قهر و آشتی دور بعدش اومد. هیکل عظما رو از زیر این پرس که کشیدن بیرون، سفر هیئت پارلمانی اروپا را افتاد که دیگه بحثشو نمی کنم. تازه گلاب به روی مقام عظما اینا خوب باشه دیگه، بحث و حرفا و دادگاه و مادگاه و لایحه و این حرفا رو اصلا صحبتشو نکن که خیلی ضایعه. دست بلند کردی نمیخواد سوالتو بگی، من میدونم سوالت چیه، از قیافت پیداست. ببین این ظریف اومد گفتش که من خیلی حقه بازم، من قبلا هم کار حقه بازی زیاد کردم، سر هر کی بخواین کلا بذارین بسپارینش دست من، مذاکراتو بدین دست من. مقام عظما هم خر شد داد دست این، رفت اونجا که مثلا تحریما رو تموم کنه که بعدش بمبمونم بسازیم. اونا بهش گفتن که نگاه کن این خری که تو چشمای ما میبینی عکس خودته. میریم سر قسمت بعدی، بس ساکت باش، همین سوال از سرت هم زیاد جواب دادم بهت. بحث داستان پولشویی. اون یارو که اسم کاملش رو نمیگم چون که بالاخره با عظما سر و سری داره، مخفف میگم، بز برای بابک زنجانی. برای این قسمت من با خودم یه کمکه آوردم. فکر نکنی این کینگ کنگو همینجوری که ظاهرش نشون میده یه آدم بیخاصیت آوردم. نه، این وزیر کشور عبدالرضا رحمانیه، مخفف اسمش اگه خواستیم بنویسین میشه ار. نیاوردم که فقط ازش بترسین، گرچه قیافش ترسناکه، اتفاقا آوردم که دلتون بسوزه، زیاد پاپیچ نشین تو سوال جواباتون. اوضاع ببینی چطوریه که ما برداشتیم اینو گذاشتیم وزیر کشور همین. ولی خب حقا تو هر کاری وارد میشه حرفای مرحوم عبوی رو قشنگ ثابت میکنه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که اگه کارا رو به حال خودشون ول بکنی همیشه خراب میشن، ولی اگه یه مشنگی رو واردشون بکنی زودتر خراب میشن. یه دو کلمه سر پولشویی بگو بفهمن که حرف زدنم بلدی. این همه کارهای اختلاسی رو که از تهران بردیم به شهر و کشورهای دیگه بالاخره چی شد؟ تا کنون نفس جابجایی و نفس انتقال بخشی از فعالیت‌های مرکز را به مناطق مختلف تایید میکنه. شیخ فری چی؟ موافقه با این کارا یا نه؟ جناب آقای دکتر روحانی با نگاه مثبت از منظر اصل مسئله و اصل موضوع با توجه به سوابق اشاره داشتن که متولی این مسئله در دولت باید مشخص بشه. دیگه زیادتر حرف نزن، همین قدم که حرف زدی دیگه داشتی کم کم خراب میکردی. در مورد داستان پولشویی حرف آخر رو خودم میزنم، ربطی به سقوط قیمت ریال و قدرت خرید و گرونی رو نداره. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که با ارزشترین پول دنیا همیشه تومنه، چون هم تو توش هستی هم من. سوال در مورد هیئت پارلمانی میخوای بپرسی، ولی نمیذارم سوالتو کامل بکنی چون حتما یه چیزی رو لو میدی. کلا حرفشو نزن، سربسته بهتون میگم که هرچی همش بزنین گندش بیشتر بالا میاد. فقط اینو بگم که اون مشنگ ممجواد لاریجانی زیر پای داداش خودش هم خالی کرد نامرد. قد دونه‌های زنجیر چرخ هم معرفت نداره که زیر برف و بارون میمونن، زنگ میزنن ولی اقلا همدیگه رو ول نمیکنن. این تا دید که سنبه پرزوره داشه رو داد جلو، خودش هم جیم الف جا جیم فنگ شد. میدونم که تو با اون قیافت میخوای سوال بکنی در مورد چشمانداز. در مورد چشماندازهای وضعیت رژیم خودم بهتون میگم. من خودم به مقام عظما تصویر کلی رو دادم.
گفتم که شما به جای اینکه به گذشته نگاه بکنی و افسوس بخوری، به آینده نگاه کن، مایوس شو قشنگ، دستاتو ببر بالا تا جایی که میتونی به سوی آسمون، خوب تمرکز کن، بعد با تمام قوا بکوب تو فرق کلت که اوضاع ستر از این حرف هاست.